سلام، به کانال دوزیست خوش اومدید. این داستان روانشناسان زرد، روانشناسان غیر علمی و یا عمه درمانی. اما بریم داستان روانشناسنامه‌ها رو یه مروری بکنیم. چند سال پیش وقتی کلمه روانشناس به گوش عموم مردم میرسید، تصورشون کلینیکای روانشناسی یا متخصصین این هیته بود، تا اینکه شوخی کردم اومد. همه گفتن ای وای این روانشناسای 2000 چقدر حرفشون 100 من یغازه، اما میدونستن که شوخیه. تا اینکه با گسترش فضای مجازی این شوخی‌ها جدی شد و رسیدیم به این برهه از تاریخ که حالا یه عده فالگیر، یه عده سخنور، یه عده مشاورنما حتی میشه اسمشو گذاشت، اومدن یه دوربین جلو خودشون گذاشتن و شروع کردن از احساسات و عواطف کوچیک و بزرگ مردم سوء استفاده کردن و این شد که شروع کردن برشون نسخه پیچیدن. این روانشناسنامه‌ها هم به روان مردم آسیب زدن، هم متاسفانه به جامعه روانشناسی، تا اینکه سازمان نظام روانشناسی اسامی تعداد زیادی از اینها رو اعلام کرد که اگه ندیدین ما الان بهتون نشون میدیم، قطعا خیلی تعجب میکنین. برگاتون میرید. اما بریم یه تعداد از این روانشناسنامه‌ها رو ویدیوهاشون رو ببینیم اصلا چی میگن. بریم یه بررسی بکنیم. این اولین ویدیو رو بذار مسی. بچه‌ها شما اگر بخواید طرحواره‌هاتون رو درمان بکنید چیزی حدود 50 تا 100 جلسه مشاوره لازمه. تازه اگر که اختلال نباشه، یعنی شدت طرحواره‌ها خیلی شدید نباشه. و الان متوسط قیمت جلسات مشاوره چیزی حدود 500,000 تومانه، بنابراین باید بین 25 تا 50 میلیون شما هزینه بکنید. بعدم یه دوره‌ای طراحی کردم به اسم تولدی دوباره که شما فقط با پرداخت 5 جلسه مشاوره 2,490,000 میتونید تمام تکنیک‌های درمان رو یاد بگیرین و بتونید طرحواره‌های خودتون و حتی دیگران رو درمان بکنید. بچه‌ها شما اگر خب علی 8 سال درس خوندم، رفتم شهر دیگه، دانشگاه خوب، دوری از خانواده، کلی تلاش کردم، درس خوندم، پایان نامه دفاع کردم، اومدم کلی دوره گذروندم، دوره سوپرویژن گذروندم، مراجعه زیر نظر استاد، بعد کار درمانم و حرفه‌ای الان چند سال شروع کردم و هنوز خودم و روانشناسی که نمیدونم که بتونم اینقدر سنگین نظر بدم. تو چطوری میتونی تو 5 جلسه هم طرفو درمان کنی، هم این که یادش بدی چطوری دیگران رو درمان کنن؟ ول معطل بودی. تو باید توی این دوره‌ای که تولدی دوباره آره این دوره باید شرکت میکردی. اصلا چرا رفتی سوپرویژن شرکت کردی؟ چرا رفتی کلی وقت گذاشتی؟ پول وقت راحت 5 جلسه یه پولی میگرفتم. گول نخورین، گول این وعده وعیدا رو نخورین. اینکه تایم کمتر، هزینه کمتر، قطعا هزینه جلسه روان درمانی بالاست، قطعا تایم طولانی باید بذارین، اما یه سرمایه گذاری روانیه. شما وقتی برای یه کاری میخواین سرمایه گذاری کنین، مگه وقت و هزینه نمیذارین؟ 100%. ببین یه چیزایی هستش، این پکیج فروشا اشتباه بزرگی میکنن دیگه. اونم اینه که میان چیزی که در درون اون پکیجی نیست و پرزنت میکنن و این میشه که یه عالمه آدم وارد این دوره میشن، وارد این پکیجشون میشن و مواجه میشن با یه چیز تو خالی. اصلا اطلاعات میگیرن ولی آیا به اون چیزی که دارن پرزنتش میکنن، پروموتش میکنن، وفادار هستن که همون رو ارائه بدن؟ و این میشه که میاد یه سری حرفایی رو میزنه که فقط بتونه بفروشه و یه عالمه آدم هم هستن. الان مثلا همین ویدیو رو چندین هزار نفر فقط لایکش کرده بودن. خب چرا باید آدم بیاد همچین ویدیو رو اول از همین ببینه، توجه بکنه بهش؟ ما توجه کردیم که میگم ارائه بدیم. آره ما دلیل داشتیم.
یه چیزی بگم علی اینجا که خود تراپی گرفتم تایم طولانی میبره، خودش هم داره میگه بعد این اختراع کرده، از کجا به ثبت رسوندیش، اینو درمان جدیده. خب بگو که آره ما هم استفاده کنیم، مثلا چه این چیزی تو الان به وجود نیومده، تو چطوری به وجود آوردی؟ 5 جلسه چجوری میتونیم 50 جلسه رو در حقیقت فشرده بکنی یه پکیج که فقط بفروشی. اینو اگه شما الان به من بگین ما میتونیم ثبت علمیش بکنیم و شما یه نابغه ای، ولی خب واقعیت اینطور نیست. آره گفتم کجا اصلا ثبت شده و اصلا کلا یه روانشناس زرد بیارین که توی پیجش، صفحش، نمیدونم بایوش یه جایی از مدارج علمیش مطلبی گذاشته باشه، من کجا درس خوندم، شماره نظام، شماره پروانه. آقا روانشناسایی که علمی هستن ثبت شدن توی سازمان نظام. اصلا من چیزی ندیدم، قشنگ من اکثرا رفتم باز کردم بایوشون رو نوشته که دوره یعنی هیچ کدومشون بدون دوره نیستن، دوره فلان، قشنگ تبلیغ، قشنگ کاسبی. قبل اینکه بریم ویدیو بعدی رو ببینیم یه لایک و این پایین بکوبونید و سابسکرایب کنید. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم. یکی از سوالایی که دخترام میپرسن اینه که خواستگار نداریم و بلد نیستم وارد رابطه بشم چیکار کنم. یه راه خیلی راحتش اینه که اول حال خودتو خوب بکن، اعتماد به نفستو قوی بکن، تمرین‌های اعتماد به نفس رو انجام بده. وقتی که خیلی حالت خوب شد، در جاهای جدی، نه تو دور خیابونا، تو جاهای جدی مثل کافی شاپ ها، مثل همایش ها، مثل کتاب فروشی ها، مثل سوپرمارکت های 2 تا خیابون از خونه خودتون بهتر، بالاتر میتونید معاشرت کنید با ظاهر آراسته. وقتی آقایی رو دیدید که فکر میکنید مناسبتونه، یه جور رفتار کنید شما رو ببینن. خیلی وقت اصلا ما رو نمیبینن، انقدر سرمون پایین، انقدر لباس نامرتبی میپوشیم ما رو نمیبینن. با یک لباس مرتب که در جوامع و قبول دارم که باید روی خودت کار کنی بعد وارد رابطه بشین، قبول دارم باید تو جمع ها بری که ببیننت، اما این تو توصیه های دم دستی جالب نیستش. یعنی که تو بری مثلا توی سوپرمارکت ها فلان فلان، توصیه های روانشناسی اینا نیست دیگه. فقط ما میگیم تو جمع ارتباط داشته باش دیگه. نسخه پیچیدن اینجوری. حالا نسخه هم که میپیچه خیلی بامزه هست، میگه برو جای جدی مثل سوپرمارکت 2 تا محل بالاتر، مثلا هم رده خودت نه، برو بالاتر که معاشرت بکنی. مثلا اگه اشتباهی بری مثلا حواست نباشه، مثلا به جای که بری بالاشه بری پایینشه، زندگی نابود میشه. مثلا همین خیلی دقت بکنید که حتما جاهای خوب برید. قطعا سوپرمارکت های سری خونتون نرید، چون ممکنه با دمپایی لباس راحتی بری، چون گفته شیک و پیک بری. این گزینه خیلی مهمیه. مثلا دیدین یه نفر با اسپری که حالا رو صورتش خالی کرده با مثلا یه تیپ خیلی خوشگل و فلان و یه کفش پاشنه‌دار اومد تق اومد داخل، احتمالاً اومده شوهر پیدا بکنه. فقط یه چیزی هم من اینجا بگم، اینا میگم حرفای دم دستیه. چرا؟ چون خیلی از آدمایی که احساس نفس ضعیفی دارن یا یه سری چیزا رو آموزش ندیدن، فقط مثلا میخوان برن دیتی، میخوان برن توی جمعی، بلد نیستن چی بپوشن، بلد نیستن چی کار کنن و این باعث میشه که دنبال این باشن یه نفر من پیدا کنم به من یاد بده که مثلا چی بپوشم، یاد بده. بعد به خداشو پیدا کردم، کسی که داره خوب به من یاد میده. یه سری چیزای دم دستیه که فقط آموزش ساده. جزء روانشناسی تو کدوم کتاب است. اون کتاب بر من پیدا کنید. کدوم نظریه، کدوم تجربه علمی هستش. این روانشناسای زرد نمیگم 100% نه، ولی بیشتر اکثر حرفاشون غیر علمیه. روانشناس نیستن دیگه، روانشناس نمان. چون اگر واقعا روانشناس هستن، ما که دنبال این هستیم که وارد مناظره بشیم، بیان شروع کنن حرفاشون رو ثابت بکنن، در مورد حرفایی که دارن میزنن دفاع بکنن، ما استقبال میکنیم اتفاقا. بریم بعدی. اینو ببینیم. اینو نذار. 2 تا حقه میخوام بهت بگم که کمک میکنه طرف مقابلت رو شیفته خودت کنی. این 2 تا حقه‌ای که میخوام بگم کاملا علمی هستش و باعث میشه که فیزیولوژی و بدن طرف مقابل در حالتی قرار بگیره که آماده عاشق شدن و علاقه‌مند شدن باشه. راه اول، توی قرارهای اولش بستنی سفارش نده. تحقیقات نشون راه مهمی بود. رفتین قهوه بخورید عالیه، بستنی سفارش بدید قهوه‌شون نباید سرد شه ها.
همشون هم نباید سرچه. آفرین. آره. و اینکه روانشناسای زرد یه سری کلماتی استفاده میکنن که کلمات اصلی اوناست. حقه، راز، جذابیت، مرد جذاب، زن جذاب، چیزایی که اصلا دیگه همشون استفاده میکنن. زن آلفا مثلا. ببین این در حقیقت توی کتاب فرایده. خب میگه توی شما اگه بستنی طرف مقابلتون بخوره احتمالاً بدنش سرد میشه و به شما گرمی نشون نمیده. علی میگم اگه قرار اول نوشیدنی گرم بخوره، خب بعد طرفو جذب بشه دیگه، فیزیولوژیش جذبش کنه و بعد باز دیت دومشون بیشتر آشنا میشن دیگه، بیاد بستنی نوشیدنی سرد جواب بده، یعنی ممکنه اون گرمی رو خنثی کنه. این نکته مهمی بود که نگو. الان داره یه سال میشه دیگه. خب من الان آب سرد خودم نمیخوام. وای من گفتم تو حق نداری از تو یخچال آب برداری بخوری، فقط سماور. من سماورمون همیشه داره میجوشه ها. این مرد باید هر یه ساعت یه بار یه نوشیدنی گرم بخوره ها. روابط این بعدی. خب میریم بعدی دیگه. اینجا چی گفتیم؟ چت بکنی یا چت نشینی. ببین تا پیام میده مثل اینکه موبایل جلو چششه دینگ سری جواب میده. نکن، آروم باش، آروم با من باش، آروم باش، بذار بگذاره چند دقیقه حداقل مثلا احساس کلاسی حفظ بشه، سری جواب نده. آروم تو پیامات انقدر لحن جدی به کار نبره که تو کنی یه قصایی تو خوردی داری توی سیفت جدی. علی میگه که آروم با کلاس باش. چقدر تاثیر داره با کلاس بودن. بعد کی گفته اگه دیر جواب بدی با کلاسی به لحظه جواب بدی بی کلاسی؟ نشونه جذابیت توئه. علی اگه یه دقیقه بشه یه ساعت فکر کنم دیگه کلاست خیلی میره بالا. پی اچ دی کلاس پی اچ دی. این که شما پارتنرتون وقتی پیام میده یا زنگ میزنه یا هر چیزی سریع بهش توجه میکنید، سعی میکنید مراقبت بکنید، سعی میکنید بهش عشق بورزید، از نظر ایشون دافعه داره. یعنی اگه من دارم به تو توجه میکنم، اگه مثلا صدا میزنی 10 دقیقه بعد بگم جانم، خب مثلا زنگ میزنی یا پیام میدم مثلا فردا جوابتو میدم. خب بریم مورد بعدی ببینیم چی بود. آروم باش، میریم ویدیو بعدی رو نگاه میکنیم. دوستای عزیزم، وقتی به اندیشه های منفیتون دارین توجه میکنید دارید به اونا پر و بال میدین. از این به بعد بیاین قانون بی‌اعتنایی رو به کار ببرید. یعنی هرگز به اندیشه های منفی علاقه‌مندی نشون ندین. چندی نمیگذره که این اندیشه های منفی از ذهنتون نابود میشه و ذهنتون سرشار از آدم ها و اندیشه های عالی و الهی میشه. کاری که توی روانشناسی میگیم انجام بده، میگیم روزانه هزاران فکر حتی بیشتر به ذهن ما میاد. یعنی همزمان که ما اینجا هستیم داریم صحبت میکنیم ممکنه من یادم بیاد مثلا غذام رو گازه. خب طبیعیه. ما باید به افکار جوری نگاه کنیم که شبیه مثلا پرنده هایی که میرن میاد. نباید فقط درگیر افکار باشیم. نمیتونیم جلوی اون افکار رو بگیریم. یه حالا تحقیقی هم انجام شده به اسم اثر ریباند که بهشون گفتن به خرس قطبی فکر نکنید. یعنی هیچ کدوم نتونستن چنین کاری بکنن. یعنی وقتی بهشون گفتن به خرس قطبی فکر نکنین 2 برابر فکر کردن، یعنی 2 برابر اون افکار بیشتر اومده سراغشون. پس این انکاره، فراره، جنگیدن با افکارمون بیشتر اونا رو سراغ ما میاره. کاری که ما باید انجام بدیم اینی که این افکار رو درگیرش نشیم و به عنوان افکار روزمره و که میان و میرن در نظر بگیریم و بیان تو ذهنمون برن. من قبول دارم باید مثبت نگر باشیم ها، ولی یه جاهای یه سری مسائل دیگه‌ای مثلا افسردگی باعث میشه مثلا من به منفی توجه کنم. اون افسردگی رو باید حلش کنم دیگه تا بتونه این منفی نگری یکم کمتر بشه. صرفا اینکه منفی فکر نکن، مثبت فکر کن. نکنید دیگه، نکنید. حرفی که نسنجیده باشه یک روان آشفته رو داغونتر میکنه. ما یه ویدیویی داشتیم، ویدیو قبلیمون بود که در مورد حاج آقای روحانی بود که داخل تلویزیون مشاوره میدادن، روانشناسی میکردن. ایشون هم جز روانشناسنماها هستن چون خیلی مشاوره مختلفی رو توی صدا و سیما دارن میدن. لینکش رو میذاریم بالا. ویدیو ایشون رو هم ما یه نقدی کردیم، یه ریاکتی رفتیم، اون رو هم ببینید. فکر می‌کنم دیدنش خیلی میتونه جذاب بشه. آره. تفاوت روانشناس واقعی و روانشناس نم که میخواستم بگم
تفاوت روانشناس واقعی و روانشناس نماها رو این حین این ویدیو بهتون گفتیم دیگه. خب ولی به طور کلی گفتم از اسامی عجیب و غریب استفاده میکنن که برای مردم جذابه و کلا این روانشناسا سراغ اختلال‌های روانی نمیرن، سراغ دردها نمیرن، چون ما آدم‌ها از دردها فرار میکنیم. وقتی سرمون درد میگیره سری میریم یه قرص برمی‌داریم میخوریم که حالمون خوب بشه، دنبال مسکن موقتیم که نه وقت بذاریم که نه هزینه کنیم. و پس این افراد میان چیزی رو میگن که ما دوست داریم، از خوبی میگن، از حال خوب فقط میگن، سراغ این مشکلات و دردهای روان نمیرن و یه زبانی عامه پسند دارن که ما روانشناسای واقعی دنبال بقیه کیکن. ما روانشناس ها اگر بخوایم مثل اونها معروف بشیم کاری نداره، واقعا کاری نداره. ولی به نظر من این یک، محبوب بودن بهتر از معروف بودنه و دو این که ما نباید فقط خودمون رو ببینیم. همه این رشته پول نیستش، باید مراقب مراجعمون و روان مردم باشیم. دقیقاً. چقدر دردناک آدم‌هایی رو ما میشناسیم که اینا استاد دانشگاهن، اینا آدم فرهیخته‌این، علم رو میشناسن، بزرگ شدن با علم و این آدم‌ها صداشون بیرون نمیاد به خاطر اینکه له شده زیر ذره‌بین توجهی که روی آدم‌های روانشناس نما و یا حالا کسایی که می‌بینیم زرد دارن معروف میشن. ذره‌بین چون روی اوناست، توجه عموم مردم وقتی روی اوناست، اون زیر دیده نمیشن و له میشن این آدم‌ها و دردناکه و ما میسوزیم که داریم یه ویدیو رو در موردش حرف میزنیم، میسوزیم واقعا. ما فقط اومدیم اینجا صحبت کردیم، حالا این آگاهی بخشش بود، خندیدیم، واقعا حرفشون خنده داره ولی خب در عمقش غم انگیز و دردناک، چون که من دیدم اینها میلیونی فالوور دارن، هزار تایی نه، این افراد میلیونی فالوور دارن، یعنی بخش عظیمی از جامعه دنبالشون میکنن. خواستیم به عنوان دوستی از شما و کنارتون باشیم و این آگاهی رو به شما بدیم. همین. سابسکرایب کنین، از ما حمایت کنین، نظری اگه دارین، سوالی اگه دارین حتما بگین، تو کامنت ها بگید دیگه. ما در مورد سوالات شما، دیدگاهتون، مشکلاتی که دارید سعی میکنیم این تعامل رو حفظ بکنیم. به هر حال شما همزیستای ما هستید و من علیم، منم مسیحم، خوشحالم که کنارتون هستیم. اینجا دوزیسته. مخلص.